سلام خدمت تمام دانشجوهای دوره صفر تا صد HTML. تو این قسمت قراره تگ ایمیج یا تگ تصویر رو به شما یاد بدیم که مثلا چجوری بتونید یک سری تصاویر رو داخل کدهای HTML تون وارد کنید و توی صفحه وبسایتتون نمایش داده بشه. ما برای این کار یه دونه تگ داریم که قبلا هم باهاش کار کردیم به اسم تگ ایمیج. این تگ ایمیج دو تا ورودی دریافت میکنه به اسم سورس و آلت. سورس و آلت حالا چی هن؟ سورس آدرس اون تصویره که ما میخوایم داخل کدامون وارد کنیم. آلت هم یک نوع متنیه که ما وقتی موسمون رو روش هاور کنیم، ببریم روش، پوینتر موسمون رو روش نگهداریم، یه دونه متن رو برای ما بنویسه. حالا این تگ ایمیج که الان دارید میبینید، بریم یکم باهاش بیشتر کار کنیم. قبل از اینکه باهاش کار کنیم چند تا نمونه براتون آوردم که ببینید که تصاویر دقیقا منظورمون چیه. مثلا اینجا ببینید توی این سایت ویرگول این تصویر ما به عنوان ایمیجه، یا حالا یه تصویر دیگه، اینجا تصویر دیگه داره اینا. مثلا این تصویرم یه دونه ایمیج حساب میشه، یه دونه تصویری که با همین تگ ایمیج وارد کردن. یا این یکی وبسایت که عکس این بازی رو به صورت تصویر داخل وبسایتشون قرار دادن. یا اینا کلا هر تصویری که شما میبینید با استفاده از تگ ایمیج اضافه کردن داخل سایتشون. حالا یه سر بریم ویژوال استودیو کدمون. اینجا کداییه که من تو جلسات قبلی نوشتم. اگه جلسات قبلی رو ندیدید حتما ببینید. اگه چنلم ساب نکردید ساب کنید که بریم ادامه درس رو بدیم. اینجا مثلا ما میخوایم یه دونه تصویر اضافه کنیم. میایم اینجا یه دونه البته فارسیه، یه دونه ایمیج می نویسیم، تب رو میزنیم. حالا ببینیم خودش برای ما یه دونه تگ درست کرد که یه دونه تگ یه حرفیه، یعنی تگ باز میشه ولی بسته نمیشه، یعنی این تگ ورودی دریافت نمیکنه، فقط دوتا ویژگی میتونیم بهش بدیم. حالا گفتیم سورس چیه؟ سورس همون آدرسی که میخوایم بدیم. ما قبلا یه بار توضیح دادیم تا جلسات قبلی، یه بار دیگه هم اینجا میگیم. وقتی میخوایم یه دونه عکس رو وارد کنیم باید یه دونه عکس رو بیاریم تو داخل پوشمون. حالا اگه داخل پوشم نبود یکم کارمون سخت میشه، ولی به صورت اصولی اینه که عکسی که میخوایم داخل وبسایت قرار بدیم داخل پوشه‌ای که ساختیم باشه. حالا میتونید شما مرتبش کنید داخل یه پوشه بذارید یا نه همینجوری عکس رو بذارید. در هر صورت ما باید بهش آدرس بدیم. اول ما نگاه میکنیم ببینیم صفحه‌ای که ما داریم توش کد مینویسیم، یعنی ایندکس HTML مون تو کجا قرار داره. میبینیم ما تو صفحه توی پوشه HTML قرار داره، همینطور که میبینید. خب ما الان میخوایم عکسمون رو از کجا بیاریم داخل این HTML مون؟ از داخل پوشه ایمیج. باید چه کار کنیم؟ بیایم اول داخل سورس بنویسیم ایمیج و یه دونه بک اسلش بزنیم. حالا میبینیم که لیست تصاویر رو برامون میاره. ما یه دونه اینجا تصویر داریم، اینو میزنیم. اینجا میبینید که آدرس دهی کردیم و تونستیم تصویر رو به تگ ایمیجمون اضافه کنیم. حالا اگه تصویرتون داخل پوشه نبود میتونید یه راست اسم تصویر رو بنویسید. اگر تصویر بیرون پوشتون بود دو تا نقطه بزنید و یه بک اسلش و پوشتون رو انتخاب کنید. ما اینجا اینو دادیم، تصویر رو دادیم. حالا میخوایم بریم نتیجه رو ببینیم. اینجا اوپن وید لایف سرور رو میزنم و منتظر میشم که باز بشه برام. خب اینجا یکم کیفیت تصویر بالاست، به خاطر همین زیاد قشنگ نمایش داده نمیشه. میبینید که تصویر وارد شده. من اگه یکم زومو کم کنم میبینید که ما اینجا یه دونه تصویر داریم. حالا برمیگردیم به صفحه VS کدمون. حالا اینجا گفتیم یه دونه متد دیگه داره، یه دونه ورودی دیگه داره با عنوان آلت. این آلت چیه؟ این آلت وقتی شما مثلا یه متنی راجبش می‌نویسید، مثلا من اینجا می‌نویسم وب یاد که اسم چنلمونه، اینو بنویسید. شما وقتی با پوینتر موس، این سر موس را داخل عکسی که شما قرار دادید بیاد روش و هاور بشه، این متن رو به شما نشون میده. برگردیم به صفحمون و اینجا میبینید وقتی روش نگه داریم برای ما این متن نمایش داده میشه.
بله، این تگ تصویر ماست تا اینجا. خب تگای تصویر متدای دیگه داره، مثلا مین، هی یا وید. کلا اینا رو تو این دوره قرار نیست یاد بگیرید. شما فقط تو این دوره قراره HTML رو به صورت پایه و بیسیک یاد بگیرید که یه دونه یکم سررشته داشته باشید، بعد میایم سراغ متدای دیگه‌اش. تا همینجا به نظرم کافیه. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.